28م سنت از سنت های فراموش شده، المحافظت علی السنن الرواتب، محافظت به نمازهای سنن رواتب است. سنن رواتب همون سنت هایی است که در شبانه روز خوانده میشه، 12 رکعت است. اینال رسول الله صلی میگه که من صلى فی اليوم واللیله 12 رکعتا تطوعا، کسی که در شبانه روز 12 رکعت نماز نفلی بخوانه، بنى الله له بیتا فی الجنه، الله خانه در جنت برای او آباد میکنه. و کدام یکیست؟ 4 قبل الظهر، 4 رکعت قبل الظهر است، و رکعتین بعدها، 2 رکعت بعد از ظهر است، و رکعتین بعد المغرب، و 2 رکعت بعد از نماز شام است، و رکعتین بعد العشاء، و 2 رکعت بعد از نماز خفتن است، و رکعتین قبل صلات الغداء، و 2 رکعت قبل از نماز صبح است. حدیث صحیح الجامع است 6362.